مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم داشتونی رو آقای گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده، سلام، من امین فردین. خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. قطعاً توی روزهای گذشته خبرهای زیادی از استان خوزستان شنیدید، از شهرهای مختلف و از اعتراضی که مردم در شهرهای مختلف کردن. البته یه سری از این آدم‌های سیاسی خارج از کشور هم حسابی روی این قضیه اسکی رفتن و موج رفتن و دارن مفت قضیه رو به نفع خودشون میبرن. یه عده این اعتراضات رو سیاسی میدونن، یه عده این اعتراضات رو دستاورد فعالیت‌های سیاسی خودشون میدونن، یه عده هم میگن که ما اینها رو تحریک کردیم. و خطاب به این آدم‌های سیاسی که خارج از کشورن بعد بگیم که داداش ببندیم دهنو. مردم خوزستانی که به خاطر گرمای 60 درجه و به خاطر قطعی آب و برق که داره اعتراض میکنه، به خاطر اینکه زمین‌های کشاورزیشون آب نداره، حیواناتشون آب ندارن بخورن و هزاران مشکل دیگه، به خاطر گرد و غبار و گرد و خاکه، نه به خاطر یه سری آدم مفتخور علاف و زیرخواب دستگاه اطلاعاتی غربی و فلان کشور و فلان کشور که پول مفت میگیرن، زیر کولر میشینن، توییت میکنن، زیر کولر برنامه اجرا میکنن و اشغال میکنن. میگن خب حالا مردم خوزستان ریختن بیرون، بریم مفت قضیه رو ببریم. نه قربونت برم، هنوز شما گرمای 60 درجه خوزستان رو تحمل نکردی و تجربه نکردی. بهتره بگم تجربه نکردی. ما تو خونه خودمون مثال میزنم، حالا ما جزو اون خانواده متوسط رو به بالاییم که ما تو خونمون 4 تا کولر داریم. آدم پولداری نیستیم ولی خب از قدیم این کولرها رو داشتیم. با این حال تو گرمای اهواز اون 4 تا کولرها، من یادم من خوزستان بودم، من 5 6 سال پیش نمیکشید، تو اهواز نمیکشید. ما تو خونه خودمون دستگاه تصفیه آبمون که آبو تصفیه میکرد، آب خوردنی، همون آدمایی که نشستن میگن لنگش بکن خارج از کشور، هنوز نمیتونن درک بکنن. من تو خونه پدر خود من وقتی که میخوان آب بخورن دستگاه تصفیه آب بس، یعنی شیر آبش تمیز نیست، یعنی باز میکنی گل میاد. تو بعضی از مناطق، البته نه همه مناطق، آدم باید انصاف رو رعایت بکنه، ولی خب 90% استان خوزستان تکلیفش همینه. بعد جلسه محرمانه میذارن که آب کانون رو منتقل بکنن به بالادست، یعنی بفرستن به استان‌های دیگه. حالا راجع به اون جلسات محرمانه صحبت می‌کنیم، راجع به کمپین هایی که الان جدیدن زدن که پول جمع بکنن آب معدنی بخرن. یه سری مثلا چرت و پرت، کارهای چرت و پرت. حالا با کمپین های آب معدنی هم میرسیم. اول برسیم به این وضعیت خوشسالی رودخونه کارون و اینکه در طول 15-20 سال گذشته جلسه های محرمانه و مخفی گرفتن که آب رودخانه کارون به عنوان پرآبترین، عمیق‌ترین و تنها رودخانه قابل کشتیرانی ایران رو نابود بکنن. 41-2 سال پیش رودخانه کارونی که توش کشتی رد میشد رو تحویل گرفتن، الان توش قایق هم به زور رد میشه. معلوم نیست چه تصمیم گیری دارن میکنن توی استان خوزستان و چند تا استان دیگه. بریم یه فیلم زیرخاکی بهتون نشون بدم، مال 20 سال پیشه. اون موقع داد میزدن آقا حواستون به شرایط استان خوزستان باشه، دارن آب رودخانه کارون رو منتقل میکنن و کسی اصلا گوش نمیده. ببینید این فیلم. سر شاخه های کارون بزرگ برمیداریم میلیون ها متر مکعب آب رو به یزد و کرمان و عرض کنم خدمت شما قم و محلات و جاهای مختلف میبری. مطمئناً استانهای پایین دست در آینده بسیار نزدیک مطمئناً با مسائل و بحرانهای اجتماعی مواجه خواهند شد. من اینجا آماری رو خدمت دوستان میگم. تونل کوهرنگ 3 35 کیلومتره، چشم لنگان 40 کیلومتره، تونل قم محلات یه چیزی در حدود 70-80 کیلومتره که اینها میلیاردها تومان بر این کشور هزینه تحمیل میکنن که آب رو از سرشاخه‌ها بردارن ببرن تو این مناطق. ما استانهای پایین دست کارون بزرگ
والله و بالله مخالف بحث آب شرب نیستیم، ولی ما اعلام میکنیم وقتی که استان خوزستان به اعتراف همه کارشناسان موجود کشور مستعد 4 کشت در سال و آب به طور طبیعی سرازیر میشه به جلگه خوزستان، آیا منافع ملی اینطوری تعریف میشه که آب رو برداری با میلیاردها تومان احداث تونل برداری ببریش به مناطق فلات مرکزی کشور و بعداً بحران‌هایی مثل آبادان که منجر به کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 64 نفر در سال 79 شد انجام بشه. الان در تابستون عزیزان من خواهش میکنم یه سری به استان خوزستان بزنن. در مقطع اهواز وقتی که شما ملاحظه میکنید از پل معلق اهواز که پل معروفی هم هستش رد میشید، بوی تعفن شما را آزار میده. آخه وقتی که ما اعلام میکنیم در سرشاخه کارون ایسی آب یعنی شوری آب 300 بار، اما تمام این اتفاقات به همین فیلم محدود نمیشه. جلسات محرمانه برای انتقال آب رودخانه کارون گرفته بودن. بریم این فیلم رو هم ببینیم، بیایم به اعتراضات مردم هم برسیم. منتها بحث اصلی که من دارم بحث رسانه‌ای نشدن این موضوعات هستش. ما به هر حال تجربه اصفهان رو داریم و با توجه به اینکه این طرح هنوز مطالعاتش تکمیل نشده و اون بحث زیست محیطیش هنوز به سرانجام نرسیده، خب ما بایستی این فعالیت ها رو دور از هیاهو و جنجال رسانه‌ای دنبال کنیم، چون واقعا بهرها خوزستانی‌ها همینطور که آقای محمد اشاره کردن روی این طرح خیلی حساس هستن. فضای مجازی همینطور که آقای محمد اشاره کردن روی این طرح خیلی حساس هستن. فضای مجازی خیلی حساس هست روی طرح‌های انتقال آب کلی، حالا با هیاهوها و قوقاسالاری معمولا سعی میکنن جلوی این کارها رو بگیرن. من خواهش میکنم که هر تصمیمی هم گرفته میشه در این جلسات بدور از هیاهو و جنجال رسانه‌ای باشه و در همین جلسه تصمیمات و مواردی که اینجا تصمیم گیری میشه بماند و تا ما بتوانیم با خیال راحت و آسوده کار خودمون انجام بدیم، کارهای مطالعاتیمون تکمیل کنیم، کارهای تامین منابع مالی رو داشتن توی تفاهم‌نامه. یه کمیته محیط زیستی هم بذارید، شما مکاتبات رو شروع کنید، ما از فردا با محیط زیست انشاءالله مجوزش در کوتاه‌ترین مدت بگیریم که مشکلی باز پیش نیاد. در رابطه با بحث خوزستان که میفرمایید، البته رو اصفهانی‌ها میدونید که خیلی حساسیت زیاده تو کشور ما و در صورت خوزستانی‌ها با اصفهانی‌ها درگیرن، چهارمحالی‌ها با اصفهانی‌ها درگیرن، ولی هیچ وقت این چهارمحال و خوزستان با ما درگیر نشدن. ما تو مجالس گذشته به هر صورت با اینا کنار می اومدیم، حتی با چهارمحالی‌ها گفتن ما کمک شما میکنیم، ولی اصفهان نه. یعنی واقعا حساس. بله این فیلم هم دیدید. حالا زمان گذشت، مردم اومدن گفتن آب نداریم، زرتی چپ و راستشون کردن، ریختن سرکوبشون کردن. مردم اومدن گفتن هوا نداریم، گرد و خاک گرفتن چپ و راستشون کردن. مردم گفتن بابا ما حیوانامون آب ندارن بدن، زمینه کشاورزیمون خشکه. کسی اصلا جواب نمیده. شرایط الان تو استان خوزستان بحرانیه، ولی یه سری حرکات خودشیرینانه میکنن، یه سری سربریدی اینطوری باید بگم و به نفع خودشون ماهیگیری میکنن. اومدن کمپین زدن برای خرید آب معدنی برای مردم استان خوزستان. قربون تا اینقدر مردم خوزستان بدبخت و گداگشنه نشدن که لنگ یه دونه آب معدنی باشن، میتونن به خود این آب معدنی رو بخرن. و این حرکات شما چیزی شبیه ترحمه. استان خوزستانی که دارای دریایی از ثروته، 85% از ذخایر نفتی ایران در استان خوزستان، این همه درآمد داره. تو بعضی از مناطق در استان خوزستان به والله 2 متر بکنید به نفت میرسید. 2 متر، دروغ نمیگم.
توی مسجد سلیمان یا همون MIS توی مناطق میکندن میخوردن به گاز، میکندن میخوردن به نفت. مسجد سلیمان MIS شهر اولین ها. تو اهواز یعنی فکر کنم تو بعضی از مناطق فاصله مردم با چاهای نفت کمتر از 3-4 دقیقه است. ما خونه خودمون توی زیتون کارمندی اهواز، از اونجا فکر کنم تا چای نفتی که تو همون محله است فکر کنم 3-4 دقیقه فاصله است. این همه ذخایر نفتی است، بعد مردم استان خوزستان این همه باید بدبختی بکشن. شما یه سر بزنید به خرمشهر، یه سر بزنید به آبادان، هنوز جای گلوله های جنگ رو روی دیوارا میبینید. همین الان هم برید سر بزنید هست. اینقدر مراسم پول خرج کردن برای سالروز آزادسازی خرمشهر، سالروز آزادسازی خرمشهر تو کل شهرستان‌های ایران همون پولا رو جمع می‌کردن، خرج خود خرمشهر می‌کردن، خرج خود آبادان می‌کردن. الان گلستان شده بود خرمشهر آبادان. فقط شو. حالا یه شخصی هم مثل خانم نرگس کلباسی و چند نفر دیگه اومدن کمپین زدن و پول آب معدنی جمع کردن برای مردم استان خوزستان. 2,759,000,000 پول جمع شده. بعد من گفتن که نه چه کاریه ما این 2 میلیارد رو خرج آب معدنی بکنیم، بیایم 136 میلیون پول آب معدنی بدیم که میشد 48,000 تا آب معدنی، بقیه‌اش رو هم حالا صرف وسایل دیگه میکنیم که هرچند این کمپینایی که واسه خرید آب معدنی در استان خوزستان دارن برگزار میکنن آب کارون پر نمیکنه، دغدغه‌های مردم رو پر نمیکنه، بلکه این کمپینایی که دارن میزنن پشت پردهش یه سری مافیای کارخونه‌های آب معدنی هستن که این کمپینا رو راه انداختن با لباس دلسوزی پول‌ها رو از دست مردم میگیرن که آب معدنی‌هاشون رو بفروشن، وگرنه مردم قدر لنگی نیستن که آب معدنی نتونن بخرن. و الان یه عده آدم که اسمشون به نظر من نیکوکار نیست، پیمانکاره، در قالب فعالیت‌های نیکوکاری دارن کارهای پیمانکاری میکنن برای این شرکت‌ها. میگن آقا پول، بعد میدید مثلا میگن که از یکم تا سوم که پولی جمع بشه کمک بکنیم. خب خیلی از مردم نمیدونن، 3-4 روز بعدش پرداخت میکنن. همون یکم تا سوم مثلا میگن 2 میلیارد جمع شده. اگر مثلا 4م، 5م، 6م، 7م، 8م پول کسی بریزه به اون شماره حساب، اینا توی آمار نمیارنش، میذارنش تو جیب خودشون. به جایی هم که نباید جواب پس بدن، که یعنی در قالب نیکوکاری، در قالب فعالیت‌های خیرخواهانه برای خودشون در دزدی میکنن. از اون طرف مردم استان خوزستان فقط هاج و واج دارن اینا رو نگاه میکنن، نه تصمیم گیری درستی براشون صورت میگیره، نه هیچی. آقا حقشونه، حق همه مردمه. اون زمین و اون نفت و اون همه ثروت ارث پدر هیچ کدوم از مدیرها و سازمانها و شرکت‌ها نیست. ارث پدر هیچکی نیست. وقتی یک منبعی توی یک جایی هست که خدا داده، خدا اون منبع رو اونجا گذاشته، واسه همه مردمه. شما به عنوان یه مدیر فقط تصمیم میگیری که اون درست خرج بشه، عادلانه بین مردم تقسیم بشه، اما شما مدیر نالایقی و فقط واسه خودت و خاندانت. در اومده یه سری از مدیرای شهرداری تهران گفتن چون کرونا ما نمیتونیم کار حضوری انجام بدیم، کار ما غیر حضوریه، بعد از توی خونه این کار رو انجام بدیم. پولاشون رو برداشتن اومدن رفتن اسپانیا و پرتغال خونه خریدن، این ور دارن تو اسپانیا و پرتغال زندگی میکنن، با اینترنت اونجا هم دارن کار مردم رو راه میندازن. به بهانه کرونا مرخصی هم گرفتن که اقامت اونجا رو بگیرن. انتظاری دارید از این مدیرا؟ بیشتر هم مدیرا الان 2 تابعیتی و 3 تابعیتی هم و پاسپورت‌های کشورهای مختلف رو دارن و میگن فردا تخت به تخم بخوره فلنگو می‌بندیم میرید. به تخم‌ها توی یخچالشون هم نیست. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. خیلی دوست دارم نظراتتون رو بگید و به هر حال من حداقل به عنوان اینکه یکی از رگ و ریشه‌هام به سمت استان خوزستان و اهواز و اونجا بزرگ شدم، این دین به گردنم هست که خیلی بیشتر از این برنامه برای مردم خوزستان درست بکنم و بیشتر از این تایم بزنم که همین کارا هم خواهیم کرد. فقط شما لطف بکنید ویدیوها رو به اشتراک بذارید، لایک بکنید، کامنت بذارید و نظراتتون رو بگید. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما همراه